مجدد درود خدمت شما عزیزان قند. درود عزیزان، خیلی خوش اومدید به پریفان میوزیک. خیلی خوش برگشتید. پریسا هستم، ممنون که روی بندم که سینا هستم، خیلی ممنون که روی این ویدیو کلیک کردید. بله، برگشتیم با یک آهنگ بسیار نوستالژیک تاجیکی از یک برنامه بسیار زیبا قراره بریم یک آهنگ خیلی خوشگل بشنویم که مطمئنم بارها توی اینستاگرام دیدید و گوش کردید و لذت بردید. با یه اجرای متفاوت. خنده کنه گل. بله، قراره بریم و دقایق گپ بزنیم، کیف کنیم. شما لایک و کامنت رو برای ما فراموش نکنید. حاضرید؟ بله. گروهن چقدر قشنگ. چه لوکیشن قشنگی. به به. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل لب خندانت صدقه، ای غنچه دهان زینه دندانت صدقه. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل لب خندانت صدقه، ای غنچه دهان زینه دندانت صدقه. یک خنده کنه گل. بله، واقعا قشنگه. چقدر زیباست، چقدر قشنگه. الان دیدی پوشش دختران تاجیکستان چقدر فرق میکنه با گند افغانستان. خیلی خیلی لذت بردم از این ترکیب بندی صدا که هم آقا توشه هم خانم. چون اصل این آهنگ فکر کنم یک اسم عزیز رو یادم رفته ولی آقا خونده دیگه. بله. آره، موسیقی اصلیشو و بازخوانی بسیار تر و تمیز. چه لوکیشن خیلی لوکیشن خوشگله. حالت نوستالژیک و خاطره انگیز داده. بازارچه تر و تمیز قدیمیه. به 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 به. یک خنده کنه گل. جانم بر چاک گریبان تو گردیده بیدوزم، دل چاک شوم چاک گریبانت صدقه. بر چاک گریبان تو گردیده بیدوزم، دل چاک شوم چاک گریبانت صدقه. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل لب خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل لب خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یک خنده کنه گل. چقدر هنرمندن همینی که در بین کار آفرین مینوازن، همراهشون دوسته مثل رهبر گروه هستن، هارمونه میزنن و ویولون در کنارش. چقدر قشنگه که سازهای ترکیبی ایجاد شده از کشور افغانستان و تاجیکستان. تبلرمون برداریم و یک گیتارم که بسیار میکس خوبی شده باشه. گل پسر داره مینوازه. پر از حسای خوبه این اجرا و این آهنگ در کل و این اجراه کلی انرژی میده با آدم. چه سبزیجات تر و تازه‌ای. لب بر لبم آویز که در حسرت لبها، جانم به لبم آمد هی جانت صدقه. لب بر لبم آویز که در حسرت لبها، جانم به لبم آمد هی جانت صدقه. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل لب خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده
جهانم باشی. ای کاش اسم این دوستان رو بدونیم، اسمشون رو بدونیم. این گروه بسیار دوست داشتنیه. حالا فکر کنم هوس اسم گروه، اگه اشتباه نکنم شاید هم حواس باشه، فقط اینجا نوشته شده. بله هوس. پس چی گروهن به نظرت؟ اولش نوشت آخه. آره خب اینو اینجا نوشته دیگه. من همونو میگم. نه فارسی نوشت. آها فارسیش هم نوشت. آها ببینیم. خیلی خوب بود ورود کار. عجب آهنگه، هزاران هزار بار میشه پشت سر هم گوشش کنی. هوس با جیمی، یعنی ما اونجوری معمولا نمیدونم اینجوریه. آره چون هوسه که اون حالت هوسه با دو چشم ما مینویسیم در دستور، ولی قشنگه دیگه. ما که زیباست، فولکلور، تنظیم بسیار خوبی داره. این کاره آهنگسازیش که دیگه ماندگار شده از جناب تاج الدین. قشنگ فوق العاده بود، زیبا بود. لذت بردیم یا نه؟ عشق کردیم و کلی انرژی مثبت گرفتیم. خنده کنه این گل تقدیم به همه گل‌های تو خونه بچه‌های نمونه. امیدوارم با ما همراه بوده باشید، لذت برده باشید و لایک رو فراموش نکنید. طبق معمول قربون شکل ماهتون بشم. واچ به کله هاتون تا یه موزیک دیگه. خدا نگهدار.